سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی را من مومین احمدی با همکارانم در دوشنبه و پرگه تقدیم میکنم. امروز 12 ایون است. برنامه چنین گزارش دارد. محمد اقبال صدرالدین میگوید فرانسه کشوری دموکراتی است و به دلیل او را به تاجیکستان نخواهد داد. اگر جنایت کرده باشیم چنانه که اتهام میکنن سال 2010 چرا 11 12 13 15 18 19 نبرآمده سال 20؟ اوکراین اعلام کرد که در چند منطقه نظامیان روس را شکست داد و دهه‌ها را از آنها آزاد کرد. کاری سخت و سنگین کودکان تاجیک، چرا جلب کودکان به کارهای وزنین در تاجیکستان کاهش نمی‌یابد؟ میام جین مسرم چینم برام فروشم صد برگ با میام چینم. مقامات تاجیکستان از حکومت فرانسه خواستند محمد اقبال صدرالدین، یک فعال مخالفین و منتقد تندلحن حکومت را بازداشت کرده به دوشنبه بفرستد. مدیر پایگاه اینترنتی اصلاح در فرانسه پناهجو است و به تقلبکاری متهم می شود. مقامات میگویند او سال 2010 3 شهروند تاجیکستان را در دبی فریب کرده 430,000 دلارشون را گرفته است. محمد اقبال صدرالدین درخواست تاجیکستان را دارای انگیزه سیاسی نامید. پیش از برنامه از محمد اقبال صدرالدین پرسیدم که تا کجا خوفی به تاجیکستان سپردن او وجود دارد. اگر جنایت کرده باشیم چنانه که اتهام میکنن سال 2010 چرا 11 12 13 15 18 19 نبرآمده سال 20 برآمد؟ به خاطر اینکه آغاز کار ما از سال 18 19 یعنی که آشکارگویی، آشکار بیانی و حقیقت و در مورد کروپسی و جنایت‌هایی که مقامداران رژیم رحمانوف انجام میدهند اونها را بدون پرده با آن شکل و نحوهی که خودی یعنی که رژیم انجام میدهد با مردم و ملت دقیقاً با ان همون اسلوب ما یعنی که کار ما مبارزه علنی و آشکار شروع کردیم. از اینجاست که اینها تا دقیقه آخران میخواهند که هر اپوننت سیاسی و هر شخصیتی که اون در مورد مسائل سیاسی و دزدی و غارت اینها صحبت میکند باید اون از سر راه برداشته شود. از محمد اقبال صدرالدین پرسیدم که شما در برنامه‌هایتان سخت تنقید میکنید و به حریم خصوصی منصبداران نیز دخالت میکنید. مثلا اگر دادگاه فرانسه از شما خواست اثبات کنید که فلان منصبدار نفری رو تجاوز کرده است، شما چی دلیل پیشنهاد میکنید؟ اصلا همه آن چیزی که ما نشر میکنیم با تکیه بر دلایل معین و آشکاری که از نگاه اخلاقی آنها را ما تا به حال برای مردم نشر نکردیم و این مسئله نیست که ما تهمت کرده باشیم که یعنی که فلان مقامدار فلان کار کرده است، فلان یعنی که عضو عائله فلان جنایتی یعنی غیر اخلاقی انجام داده است. این مسئله نیست که یعنی که ما بدون دلیل در هیچ برنامه‌مون صحبت کرده باشیم. آنچه گفتیم با دلایل و مدارک معین است که یعنی افراد معین هم تصدیق کرده میتونن، اما اگرچه میترسند از جانشان ولی افرادی هست که تصدیق آنچه که ما در مورد هر جنایتی که اینها انجام دادن چی یعنی که حریم خصوصی باشد یا اینکه چی جنایت‌های کروپسیونی باشد یا چی جنایت‌های قتل و وحشت کشتار و مواد مخدر باشد، با همه اینها ما بدون دلیل تا امروز هیچ برنامه‌ای را تقدیم نکردیم. محمد اقبال صدرالدین یک فعال مخالفین و منتقد تندلحن حکومت تاجیکستان صحبت می‌کرد. دادگاه عالی تاجیکستان رهبر شرکت هروک زنان تاجیک را برای کار به عربستان سعودی می‌فرستاد به 12 سال زندان محکوم کرده است. مقامات او را به آدم فروشی، مهاجرت غیرقانونی و ساختکاری عیبدار کردند. پیشتر خود او گفته بود که گناه ندارد. علیشیر ظریفی و نگاره فضل‌الدین این گزارش را آماده کردند که با هم ببینیم. شرکت ما بسیار تهمت‌های کلان کردند که دادگاه عالی تاجیکستان جمالدین رسولوف رئیس سابق شرکت جمال 2012 را با اتهام قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و ساختکاری حجت‌ها به 12 سال زندان محکوم کرد.
ин ширкат қаблан шаҳрвандони тоҷикистонро барои кор ба Арабистони Саудӣ мефиристод. дар парвандаи мазкур зиёда аз 20 нафар ҷабридагон буданд ки бисёре аз онҳоро занҳои тоҷик ташкил медоданд ки ҳамаи онҳо бо роҳи фиреб ба доми ширкати мазкур афтида онҳоро ба шоигарии Арабистони Саудӣ ба сифати хизматгорони хона даъват мекунад ва бо гӯё ки музди маоши беҳтарин, шарту шароитҳои беҳтарин, 8 соатҳои рӯзи кори мутаассифона дар асл тамоман дигар хел, яъне онҳо зиёда аз 24 соат дар он ҷо кор мекарданд ба ҳайси ба монанди ғулом. баъд таҷрибаи хуб надоштам. парвандаи ҷиноии ин маҳкум 6 сол пеш боз шуд. назари наздикони Ҷамолиддин Расулов ва адвокатҳои ӯ то ҳол маълум нест, вале манобаи радиои Озодӣ ки дар мурофиаҳои додгоҳӣ ширкат доштанд ва аз ин қазия огоҳанд, гуфтанд Ҷамолиддин Расулов ҳангоми мурофиаҳои додгоҳӣ иттиҳомотро беасос ва нисбати худ тӯҳмат хондааст. ин аввалин бор нест ки мақомоти тоҷик нисбати роҳҳои ғайриқонунии ҷазби сокинон аз ҷумла духтарону занон ба бархе кишварҳои арабӣ ибрози нигаронӣ мекунанд. ба гуфтаи Вазорати умури дохилии Тоҷикистон, танҳо дар 6 моҳи соли гузашта 53 мавриди қочоқи инсон дар ин кишвар ба сабт расидааст. برنامه را با خبری از اوکراین ادامه می‌دهیم. مقامات اوکراین از آزاد شدن چند دهه از دست نیروهای روسیه خبر دادند. وزارت مدافع اوکراین اعلام کرد که چند دهه در ولایت دانتسک از دست اشغالگران روس آزاد کرده شده است. بنا به اطلاع پژوهشگاه آموزش جنگ، نیروهای اوکراین تقریباً 5 نقطه اهالینشین را در دانتسک بازپس گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش زرانگیز نوروز شاه. نیروهای اوکراین شام 11 ایون از بازپس گرفتن دهه بلاگاتاتنوی ولایت دانتسک و چند منطقه دیگر خبر دادند. در این باره جزئیات زیاد داده نشده است، اما در این نواره که نیروهای اوکراین نشر کردند دیده می شود که چند سرباز از داخل بینای ویرانه پرچم اوکراین را نشان می دهند. خبرگزاری رایترز میگوید که نتوانست سنه و مکان ثبت نوار را معین کند. اشغالگران تا آخر مقابلیت کردند ولی به حمله بی‌امان تاب نآوردند. آمده است در اظهارات نیروهای اوکراین. فرماندهان اوکراینی روز 11 ایون گفتند 3 دهه در ولایت دانتسک از جمله دهه‌های مکاریفکا، نیسکوچنی، بلاگاداتنی و ستراژوی را از دست نیروهای روسیه گرفتند. همچنین امروز ارتش اوکراین از آزاد شدن باز 2 منطقه دیگر در ناحیه ورمیفسک ویستوب خبر دادند. تصدیق درستی این خبرها از منابع دیگر دسترس نیست. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز شنبه گفت که در اوکراین عملیات جوابی برای تحت نظارت گرفتن منطقه‌های اشغال شده آغاز شده است، اما جزئیاتش را اعلام نکرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه حمله‌های جوابی نیروهای اوکراین را ناکام خواند، اما بنا به اطلاع شبکه‌های دولتی هم اوکراین و هم روسیه مبارزه‌ها ادامه دارند. برمیگردیم به تاجیکستان. 12 ایون را همچون روز بین المللی مبارزه علیه مهنت کودکان تجلیل میکنند. مقامات تاجیکستان در نشست‌های رسمی خود ابراز می‌دارند که برای پیشگیری از مهنت کودکان بر اساس برنامه و چاره‌های گوناگون مبارزه می‌برند و این روند کاهش یافته است. ولی یک نگاه به کوچه و بازارهای شهر دوشنبه برعکس آن را نشان می‌دهد. برادی یوسفی و علیشیر ظریفی به خیابان‌های دوشنبه رفتند و این گزارش را آماده نمودند. ҷамшеди 12 солаи сокини душанбе як соли ахир ба ҷамъоварии партовҳои пластикӣ машғул аст. ҳарчанд даромади зиёде аз фурӯши он ба даст намеорад, вале бо он пул ба ниёзҳои худу хонаводаашон расидагӣ мекунад. сар мехезим дастум амешум чой мамехирум мехезим миом жилмазра мечинум мебарам мефурӯшум садбар габо миом мечинум меругон гипразенам хеле ҷо мерам донаша 10 дирами پول جمع کردیم همه برام لباس مکتبی میخرم. پدری جمشید در روسیه در مهاجرت مهنتی است.
مادرش در کوچه با فروش دانه افتوپرست و قرود مشغول است. حالا که مکتبچه‌ها تعطیلی تابستانه دارند، جمشید میگوید هیچ وقت استراحت نکرده است. حتی وقتی درس هم با جمع آوری پلاستیک مشغول میشده است. شونکام در پشت میکنم سلافان همه گرفتم یا لینچم هم میامم در جست میگشتم با کلاشکار همه چیندم. من میرفتم درس با در درس میخستم میامم. معلمان از بکلاشکا جمع کردن جمشید آگاه نبودند. این کار برای او مشکلاتی خود رو دارد. خیلی میشه بعضی وقت خینده مشت کنم میشنونم تا بعضی وقت آسان ده. من که کودکان مزاقمون میکنن میگه بیایید نونی قاق شما بتنی هستم شما خیر کنید. درآمد یک روزه جمشید از جمع آوری ظرف‌های پلاستیکی تا 30 سومانی بوده است. مثل او در کوچه و خیابان و بازارهای دوشنبه شماری زیادی کودکان مشغول کاری و مثل جمع آوری بکلاشکا، بارکشانی، فروش آب و خلطه‌های پلاستیکی و عروبکشی اند. آنها را ناداری و درآمد کمی عائله به این کار مجبور کرده است. با این وجود هر یکی آنها در دل آرزوهای خود را دارند که باز هم به فقر و ناداری برمیگردند. کلان شم چی میشم؟ ملیسا. من دایش معقوله که نه بعضی ملیسا ها میبینن من ملیسا میگم فیراد میکنن یگانسم میتن خوبیاشون. بر اساس آمارهای رسمی 2 سال پیش در تاجیکستان بیشتر از 125,000 کودکان زیر سن 18 کار میکردند. 116,000 آن کودکان دهات بودند که اساساً به کارهای صحرا مشغولند. سازمان‌های حامی حقوق انسان بارها از تاجیکستان طلب کردند که از کارهای وزنین کودکان جلوگیری کنند. قانونگذاری تاجیکستان نیز استفاده از مهنت کودکان را منع کرده است. تاجیکستان سال گذشته به ساحه معارف بیش از 7 میلیارد سومانی جدا کرده است. این مبلغ به کجا و به کدام بخش معارف صرف شده است؟ به این سوال همکارانمان سروناز روح‌الله و شهلای عبدالله در این گزارش پاسخ جستند. در 4000 مکتب‌های کشور بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل می‌کنند. از این تعداد مکتب‌ها اکثریت دولتی بوده از حساب بودجه مبلغ گذاری می‌شوند. سال گذشته حدود 19% بودجه تاجیکستان به بخش معارف روانه شده است که 52% آن محض برای مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی خرج شده است. اما والدان میگویند سهم آنها همانا برای مکتب‌ها مهم بوده است. هر سال 35 سوم تا 50 سوم پول ریمون بود و پرت بودم خیلی. کی سالازی نگفتم ممکن با انتیامشون بسپرن بعد بگن. ولی نمیگم ریمون که بینید یگام سانسی فهم خیلی. همش قاعده‌ایه. اما نه رحمت معلم‌ها را تربیت میکنن. وزارت معارف میگوید بر سر هر خواننده مکتب در تاجیکستان وابسته به شکل تعلیم سال از 1312 تا 2046 سومانی یا معادل 120 تا 180 دلار جدا می شود. این مبلغ برای اونه که خواننده تعلیم گیرد، خواننده جایی نشست داشته باشد و در خواننده با بورو دوسکه و دیگر تجهیزات تعلیمی تامین باشد، همین مبلغ برای همین یعنی صرف کرده می شود. یعنی به این ترتیب 84% مبلغ های جدا شده برای پرداخت معاش آموزگاران و باقی بر رشد مؤسسه صرف می شده است. ولی آگاهان از شیوه خرج مکتب ها می گویند نادرست استفاده شدن این مبلغ باعث جمع‌آوری پول از خوانندگان می شود و به آبروی آموزگاران نیز لطمه می زند. یک مشکلی که شاید در همه مکتب ها و برای همه آموزگاران پیش می آید این آمدنی همان مهمان ها به مکتب است. وقتی مهمانی به مکتب می آید البته به قبل مهمانداری از حساب مدیر نمی شود. برای آبادانی می گویند و آموزگار نمی تواند همه آن را از حساب معاشش پرداخت کند. آبان پولی از معاش معلم گرفته می شود. بعضا معلم مجبور است حتی بو را از حساب خودش خرد. معلوم که دیگر آموزگار از خواننده کمک می خواهد. وقتی اینقدر مشکل است آموزگار درس درست گفتن نمی تواند و باز هم این معلم را بدنام می کند. گروه دیگری ساکنان میگن کمک به مکتب برای تحصیل بهتری فرزندانشان کاری بدی نیست، اما جمع‌آوری مبلغ وظیفه آموزگار نیست. معلم‌ها که وقتی پول جمع میکنن بسیار آدمایی هستن که نمیفهمن کارا با میگن معلم برای خودش پول جمع کرد. مقامات پیوسته تاکید میکنند که مبلغ گذاری به ساحه معارف همه ساله بیشتر می شود، ولی همانا کمبودی سرمایه گذاری، فساد و وجود نداشتن برنامه‌های مشخص را کارشناسان از عامل‌های میدانند که با گذشت بیش از 13 ساله از صاحب استقلالی تاجیکستان نمیگذارند مشکل چون شرایط خوبی تحصیل در کشور حل شود. سپاس که ما را همراهی نمودید. خدا نگهدار.